عمرن اگه میدونستی که یکی از دلایل ریزش مو روبالشتیته. بالش یه وسیله ضروری برای خوابیدن محسوب میشه که میتونه بستری برای تجمع عرق، باکتری ها، بقایای محصولات آرایشی بهداشتی، چربی پوست و مو، آب دهان و خیلی چیزای دیگه باشه. اگه به جنس روبالشی، تمیزیش، پشت و رو کردن اون توجه نکنی، میتونه اثرات منفی روی پوست و موهات داشته باشه. اولیش موخوره است. در طول زمانی که ما خوابیم، موهای ما به صورت مدام با روبالشی در تماسه و این استحکاکی که ایجاد میشه باعث کشیده شدن مو، گره خوردن و در نهایت موخوره مو میشه که درمان کردنش کلی هزینه میذاره رو دستمون. دومیش ریزش موه. موهایی که استحکاک زیادی با روبالشی بی‌کیفیت داشته باشه گره میخوره و رطوبتش جذب روبالشی میشه و خشک میشن و این باعث میشه که صبح که